با من خوش اومدین. صدای منو میشنوین از آینده این ویدیویی که دارین میبینین و دیدم که اگه ویدیو رو همینجوری پشت سرم بذارم خیلی خوب نمیشه. گفتم بیام رو در روی سلام علیکی باهاتون بکنم. توی این ویدیو من آخرین امتحان ترممو دادم و رفتم خرید برای همین مسافرتی که الان توشم. مسافرت که خیلی نیست ولی خب یعنی اومدم شهر خودم. ویدیوهای زیادی قراره براتون بذارم. یالم ویدیو گرفتم ولی مثلا اینجوری توش صحبت نکردم بیام توضیح بدم. احتمالا اینجوری از پا ادیت منو قراره زیاد ببینین ولی همشو براتون میذارم. امیدوارم زودتر ادیتشو انجام بدم و تون براتون ویدیو بذارم چون خیلی ناراحتم که ویدیو نذاشتم. اینجا چند تا جای خوشگل رفتم و یه سری کارا کردم، اونا رو براتون حتما میذارم. بیشتر از اینم نمیخوام حرف بزنم چون ویدیو قرار کوتاه باشه و بریم برای ادامه ویدیو و خرید. شما از کی رفتیم بالا؟ ای خدا تو اون پشتی، من تو رو ندیدم. اون یکی پیشی رفته رو این درخته. مامان دو تا پیشی اینجا، یه دونه پیشی اینجاست. سابقا من سلام. چجوری رفتی اون بالا؟ بگو مامان چجوری رفتی بالا؟ سلام. الان دارم براتون ویدیو میگیرم بعد این همه وقت. امیدوارم یه ویدیو خوب بشه. الانم اومدم پیش آقا بوریس که فکر کنم اولین ویدیو توی کلن کانالم گذاشتم ویدیو بوریس بود از بچگیش تا مثلا بزرگیش و اینا و خیلی خوشحالم، خیلی زیاد خوشحالم. دارم بهش رسیدگی میکنم، با هم وقت میگذرونیم. هوا سرده همونطور که مشخصه. الان نشستم اینجا برم یه چای بیارم، چای بخوریم، یکم بوریس بچرخه، بوریس رو بهتون نشون بدم. ویدیو گرفتم اصلا من چیز نیستم، یعنی مثلا
اونجور یوتیوبری نیستم که چه میدونم خیلی عادت داشته باشم و اینا. بعد چون چندین وقته که ویدیو نگرفتم، هم با حرف زدن یکم غریبم، هم با ویدیو گرفتنه. الان خیلی خوشحالم که اینجا. آقا بوریس، بوریس سرده. بله هوا سرده، منجورت هواست. بله بوریس، بوریس. الان وقت آب بازی نیست. سلام، خوش اومدین.